در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، موسفیدان و جوانان عزیز، هم از خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس میگوییم که بار دیگر جلسه قرآنی را نصیب ما و شما گردانید و این روز مبارک را الله سبحانه و تعالی نصیب ما کرد و این توفیق الله برای ما داده که بیاییم در خانه اش و به دست بگیریم کلامش را و بخوانیم و بشنویم از پیام‌های الهی و کتاب حمید و مجید. در جلسه گذشته ارتباط به مسئله تعوذ و مسئله تسمیه، ارتباط به فضائلش، ارتباط به خواص و انوارش، ارتباط به ترجمه و تفسیرش، موضوعات مختصر اشاره کردیم و همچنین ارتباط به محتویات سوره فاتحه و موضوعاتی که لازم بود اشارات مختصر داشتیم. فضائل سوره فاتحه، نامهای سوره فاتحه و ترجمه و تفسیر 3 آیه اول سوره فاتحه تا اندازه اشاره شد. حالا بحث ما ارتباط به ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. الحمد لله رب العالمین، تمام حمدها، همه ستایشها از آن او ذاتی که پرورش دهنده عالمیان هست. الرحمن الرحیم، ذاتی که دارای این صفات هست که بسیار مهربان و بسیار بخشنده هست. مالک یوم الدین، پادشاه روز جزاست که این آیات مختصراً ترجمه شد و حالا به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین معنای تحت اللفظی چنین میشه که خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو یاری میخواهیم. از نظر عربی قاعده هست که تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر و التخصیص. اگر در این آیه مبارکه چنین می بود نعبدک و نستعینک، تو را عبادت می کنیم
و از تو یاری میخواهیم همین معنا رو میداد. اما این که گفته شده ایاک نعبدو و ایاک نستعین، از این تقدیم ما حق و تأخیر که یفید الحصر و التخصیص که قاعده هست، چنین معنا میشه که ای الله خاص تو عبادت میکنیم. اگر نعبدو که می بود یعنی چنین میشد که ای الله تو عبادت میکنیم، در کناری که تو عبادت میکنیم معبود دیگری هم داریم، معبودهای دیگر رو هم شامل میشد. اگر نستعینو که می بود یعنی ای الله از تو یاری میخواهیم، کمک میگیریم، ولی از دیگرها هم کمک میگیریم. در اینجا وقتی که آماده ایاک نعبدو، خاص تو عبادت میکنیم و خاص از تو یاری میخواهیم، یعنی دیگه معبودی غیر از تو ای الله وجود نداره. لا اله الا الله، نیست هیچ معبودی، نیست هیچ ذاتی که دارای لیاقت و شایستگی سجده داشته باشه غیر از الله سبحانه و تعالی. ارتباط به استعانت و کمک خواستن باید بفهمیم و بدانیم که کمک خواستن به دو نوعه. وقتی میگیم ای الله خاص تو عبادت میکنیم و خاص از تو یاری میخواهیم، خب بحث یاری خواستن که از میبینیم از مخلوق هم یاری خواسته میشه، بیا برادر امرای ما کمک کن، و بالاخره دست یک موسفید در میگیریم، اور بلند میکنیم، اور یاری دادیم، کمک کردیم، کمک مالی میکنیم، بالاخره اینا هم کمک. میریم پیش یک برادر، یک دوست خو که برادر عزیز دستم بنده، تا یک مدت بالاخره بریم یک چیزی کمک بکن تا مشکل حل بشه. اینها که کمک شد. باید متوجه باشیم که استعانت و کمک خواستن به دو نوعه، یکی ما فوق اسباب و یکی ما تحت الاسباب. ما فوق اسباب جواز نداره، ما فوق اسباب جواز نداره که از غیر خدا کمک خواسته بشه، اما ما تحت اسباب جواز داره. ما فوق اسباب چگونه که کمک بخواهیم؟ مثلا از غیر خدا شفا بخواهیم، این ما فوق اسباب. دکتر وقتی که میریم، دکتر دوا میده، شفا داده نمیتونه. وقتی کسی که دوار میره میگیره، وقتی دوار استفاده میکنه، به اونجی بگه ای الله ما از اسباب، ما تحت الاسباب دوایه، رفتیم دوار گرفتیم، پیش دکتر مراجعه کردیم، به طبیب مراجعه کردیم، بعداً وقتی دوار استفاده میکنیم اینجی بگیم ای الله شفا به ید بلا کیفتونه. این ما فوق اسبابه. مثلا کارهایی که از عهده مخلوق و بشر برآورده نشه، مسئله شفا دادن، مسئله خلاصه اگر بریم در کنار یک قبر به صاحب قبر مراجعه کنیم که من مریض دارم تو مریض من شفا بده، من اسیری دارم تو اسیر من رها کن، من مشکل دارم تو مشکل من حل کن، اینا ما فوق اسباب، اینا جواز نداره. اما ما تحت اسباب جواز داره. ما تحت اسباب جواز داره که برادر دست مر بگیر، به چاه افتاده فریاد میزنه که کمک، با آتش افتاده فریاد میزنه که کمک، مشکلات داره، میره به برادر مراجعه میکنه و برادر مشکلات از او به وسیله مال مشکلی رو حل میکنه. اینا از نظر شریعت مقدس اسلام جواز داره و مشکلی نداره. خلاصه این که به هر حال انسان محتاج الله سبحانه و تعالی. الله الصمد، خدا بی نیازه، انسان بی نیاز شده نمیتونه. به هر حال انسان محتاج خدایه، محتاج ذات اقدس الهیه. انسان دارای سه نوع داره و هر سه نوع افعال محتاج بکینه به اون و یاری الله سبحانه و تعالی. مثلا فعل طبعی داره انسان، فعل اضطراری داره انسان و فعل اختیاری داره. به این هر سه حالت محتاج به ذات اقدس الهیه.
فعل طبیعی مانند حرکت خون و ضربان قلب، این به دست انسان نیه. خون در وجود انسان حرکت داره و جریان داره، قلب انسان میتپه. یک لمحه اگر قلب انسان بسته که حیات انسان ختم میشه. این به دست کینه، این به ید کینه. پس در این حالت طبیعی، این فعل طبیعیه، انسان سخت محتاج خداونده. ذات اقدس الهی میتونه که مو قلب چه کار کنه؟ استاد کنه. انسان چه کار کرده میتونه؟ میگن فلانی سکته قلبی کرد. یعنی چی؟ یعنی جا در جا قلب استاده شد. قلب مخلوقه به فرمان خالقه. خالق بری از او میگه حرکت داشته باش، خالق بری از او میگه چه کار بکن؟ کار بکن. پس انسان محتاج ذات اقدس الهی در چی؟ در فعل طبیعی. فعل اضطراری مانند لرزه و ارتعاش اندام به طور ناگهانی و بدون اختیار. بدون اختیار دست انسان به لرزه میفته، سر انسان به لرزه میفته، به تپش و بالاخره حرکت ناگهانی پیدا میشه. اگر هر کار که بکنه دست خور استاد کرده نمیتونه. این چیه؟ این فعل اضطراریه. در این حالت هم انسان محتاج به ذات اقدس الهیه که از الله بخواه و الله سبحانه و تعالی او شفا بده و از این حالت اضطراری نجات بده. فعل اختیاری، انسان فعل اختیاری داره، مثل حرف زدن، خوردن، نوشیدن، عبادت کردن. به این حالت هم انسان از خود اختیاری نداره. اینجا هم محتاج به ذات اقدس الهیه. انسان حرف میزنه. خیلی کسانی در روی زمین دهن اینا رو کنیم هیچ کمبودی از دهن ما ندارن، دندان دارن، زبان دارن، هیچ مشکلی ندارن. در عالم اسباب ظاهری اگر بگیم زبان ندارن دارن، دندان ندارن دارن، جوان نیان جوانن، ولی حرف زدن نمیتونن، اشاره میکنن. خدای تبارک و تعالی همو قوه تکلم رو بر اینا نداده. ما در همین دارالعلوم حافظای داریم، آنقدر چاید در می جمع هم حضور داشته باشن. حافظ صاحب عیب الله نخواه بودن به می جمع؟ حافظ صاحب عیب الله ششته هن به می جمع یا نی هن؟ اگر ششته هن استاد شد، شاید حافظ صاحب نماده باشن، با اتاق خونن میگن. یعنی وقتی که به چهره از این حافظ صاحب نگاه کنیم، آنقدر چشمای زیبا و مقبول خداوند بری از اینا داده، آنقدر چشمای زیبای داده، خیلی بالاخره چشمای زیبایی دید نداره، نمیبینن. خدای تبارک و تعالی به او چشم گفته نبین، اما برای از اونا به او چشم گفته نبین، به این چشم ما گفته ببین، ما چه کار کردیم؟ ما چه کار کردیم؟ او چه کار کرده؟ پس به او حافظ و به او نابینا خدای تبارک و تعالی میگه اگر صبر کنی پاداش بهشته. برای تو کسی که خداوند چشم داده میگه اگر شکر کنی نسبت به شکر از این چشم خوب استفاده کنی پاداش باز هم بهشته. پس در این قسمت فعل اختیاری هم، ما در فعل اختیاری هم سخت محتاج به ذات اقدس الهیه. در وقت خوردن، نوشیدن آب، در وقت عبادت، همین توفیق، همین عبادت، همین لحظه اگر الله سبحانه و تعالی نصیب ما و شما نمی کرد چیکار کرده میتونستید؟ همین لحظه اشخاصی هستند که سخت از الله غافل نشسته اند، شاید به گناه و معصیت هم مصروف باشند و مشغول باشند. او چیکار شده؟ سلب توفیق شده. اما خدای تبارک و تعالی توفیق جلسه قرآن، توفیق نماز جمعه، توفیق درس، توفیق عبادت، توفیق نشستن در خانه، بیترین مکان، بیترین زمان، بیترین مکان الله نصیب تو خواهر و برادر کرده. پس ما به هر حال انسان دارای سه نوع فعل طبعی، اضطراری و فعل اختیاری، به هر سه نوع افعال محتاج اون، یعنی کمک یاری الله سبحانه و تعالی است. به هیچ حال انسان نمیتونه بگه که من محتاج نعوذ بالله به خدا نیام،
من برای خدای تبارک و تعالی بگم من هیچ نعوذ بالله بگه ضرورت ندارم. در این قسمت اگر صحتمندی صحتمندی خدا به تو داده، اگر بینایی بینایی خدا به تو داده، اگر آب میتونی بنوشی خدا برای تو داده، ای توان نوشیدن، اگر غذا میخوری خدا ای توان برای تو داده. پس در هر حال چکار انسان محتاج ذات اقدس الهیه. پس وقتی که چنینه، پس وقتی که ما به هر حال محتاج به ذات اقدس الهی هستیم، اینجا چکاره؟ خاص عبادت برای الله باشه. الحمد لله رب العالمین، خاص او حمد بگیم، خاص او عبادت کنیم و خاص از او کمک و یاری بخواهیم، از ذات کمک بخواهیم که او به هر حال کمک کننده برای همه مخلوق خود. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. بعد از این که بنده میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای الله خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو یاری میخوایم، حالا دیگه باز طلب میکنه اهدنا، ای الله هدایت کن مار به چی؟ به راه راست. هدایت بعضی از علما و بزرگا فرمودن که هدایت به سه نوعه: هدایت عام، هدایت خاص و هدایت خاص الخاصه. اما بعض دیگر گفتن که نه، هدایت به دو قسمه: هدایت کسبیه و هدایت فطرتی یا فطری. همه مخلوقی که ما و شما میبینیم همه اینها دارای هدایت فطری هستند، اینا هدایت شدن. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هر چیزی که خداوند خلق کرده او هدایت کرده، همه الله سبحانه و تعالی هدایت کرده. این خورشید هدایت یعنی راهنمایی، هدایت راهنمایی. خورشید در الله سبحانه و تعالی هدایت کرده، این مخلوق هدایت شده. هیچ وقت از روزی که خداوند خورشید خلق کرده تا روزی که وظیفه از او ختم بشه این نافرمانی نمیکنه. صبح باید که طلوع کنه، شام غروب کنه. هیچ وقت حالی چنین نشده که یک روزی 1 ساعت دیرتر و پسانتر و بالاخره خورشید بیرون بشه. هیچ وقت. چون این هدایت شده. این هدایت فطرتیه. قمر، مهتاب میبینیم از روزی که الله سبحانه تعالی او خلق کرده تا روزی که وظیفه ختم بشه میبینیم شب اول ماه چگونه، دوم، سوم، باز شب 15ام و 14ام و 15ام اینها باز آیسته آیسته ضعیف شده. این هدایت شده. این دارای هدایت چیه؟ هدایت فطرتیه. به همه چیز قیاس به میتری. مثلا حیوانات در وقتی که ببینیم یک حیوان سخت درنده میده و به دنبال این که شکار رو به دست بیاره، برای خود یک غذای آماده کنه. حیوان درنده خور میندازه بالاخره. مثلا یک پلنگ، یک شیر خور میندازه، آهور میخوره، جوجه آهور از بین میبره. اما خداوند به خود از او جوجه داده، فرزند داده. با چی؟ با او جوجه خود و فرزند خود خیلی مهربانه. حالا او کی هدایت کرده؟ پلنگ، شیر، گرگ اینا درنده هن. اینا باید چکار کنن؟ به می قدم اول باید جوجه خود یا فرزند خود رو بالاخره بخورن، نمیخوره. او هدایت شده، همو حس بالاخره جوجگی یا مادری خداوند در وجود از او گذاشته. مثلا در وقتی که در همین فصل سال یا هنوز که گذشته، وقتی که گوسفندا بالاخره جوجه میکنه و اینها، 500 تا جوجه گوسفند، بسیار شاید 2 ماه یا 3 ماه یا 5 ماه باشه، خیلی بالاخره حیوانهای خرد و بالاخره اینها که نمیفهم اونا چی میگن، خلمه میگن، همیت یک چیزی میگن، جوجه گوسفندا. این 500 تا همین جوجه های گوسفند میآیه، به یک دم با رمه 1000 تایی گد میشه، با رمه 1000 تایی گد میشه. یک جوجه نمیره مایه یک گوسفند بیگانه رو نمیگیره.
100 گوسفند در طی میکنه تا اینکه مادر رو پیدا میکنه. این کی هدایت کرده؟ این هدایت فطرتیه که الله سبحانه و تعالی میگه که ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هر چیزی که خداوند خلق کرده او رو هدایت کرده. طفل دارای هدایت فطرتیه. وقتی که به دنیا میایه چکار میشه؟ شیر مایه. این هدایت فطرتیه. پستان مادر هدایت شده. طفل وقتی که به دنیا میایه شیر هم همراه از او سرازیر میشه. این هدایت چیه؟ هدایت فطرتی. درخت میوه هدایت شده، باید که در همون فصل خود چکار کنه؟ میوه بده. این وقتی که میوه میده کی گفته بری از تو بیا میوه بدی؟ این هدایت خلاصه چیه؟ هدایت فطرتیه. مثل خورشید و مهتاب و درخت و طفل و اینها. طفل وقتی که به دنیا میآید در سوره عبسه خوب مفصل با تفسیر خواندیم که سر طفل رو به سینه مادره، اما وقتی تولد نزدیک میشه چکار میشه؟ او سر دور میده رو به پایین در حالت خلاصه آمدن به دنیا. حالا برای از این طفل به داخل بطن مادر کی میگه که بگردان سر را؟ این هدایت فطرتیه. پس اهدینا الصراط المستقیم که میگیم خدایا ما را هدایت کن، هدایت فطرتی که شامل حال همه هست. هدایت چی مهمه؟ هدایت کسبی. به فرموده حضرت مولانا میگه، حضرت مولانای روم رحمت الله علیه، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، واقف انراز جز بیهوش نیست. همه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آنچه که در زمین و آسمان تسبیح پروردگار رو میگه. اینا هدایتن، اینا هدایت شدن، دارای هدایت فطری هستند. هدایت کسبی چیه؟ خیلی مهمه. هدایت کسبی که کسب میشه به وسیله انبیاء علیهم السلام، به وسیله علما، به وسیله قرآن، به وسیله همین جلسه های درس، به وسیله همین وعظ و نصیحت و اینها. اگر کسی حرف انبیاء گوش کنه، حرف علما گوش کنه و بالاخره وقتی در جلسه قرآن نشسته یه حرف قرآن با جان و دل بشنوه، این هدایت نصیب از این میشه. الله سبحانه تعالی به وسیله انبیاء علیهم السلام، به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به وسیله قرآن خداوند این هدایت در نصیب ما و شما کرده که میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. این هدایت نصیب ما شد. در دنیا 7 میلیارد انسان زندگی میکنه. 7 میلیارد انسان زندگی میکنه. از بین 7 میلیارد انسان 1.5 میلیارد این نعمت کلمه طیبه نصیب از او شده. 1.5 میلیارد. حالا ببینیم چقدر انسان ها در روی زمین این هدایت نصیب از اینا نگردیده. انسانی که نماز میخوانه، روزه میگیره، زکات میده، حج میره، جهاد میکنه، اینا هدایت کسبیه که به وسیله انبیاء علیهم السلام. موضوع دیگری که باید قبل از اهدنا الصراط المستقیم اشاره میشد اینه که وقتی میگیم خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو یاری میخواهیم، باید که چکاره؟ شرک رو بشناسیم. به طور خلاصه و فشرده شرک. وقتی میگیم ای الله خاص از تو، خاص تو رو عبادت میکنیم، یعنی اگر دیگه کس رو عبادت کنیم که مشرک میشیم، نعوذ بالله من ذلک. وقتی میگیم خاص از تو یاری میخواهیم، اگر کمک ما فوق اسباب از غیر الله خواستیم، اینجا انسان مشرک میشه. حالا باید به طور خلاصه و فشرده همین شرک رو بفهمیم که شرک خیلی خطرناکه. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. میگه من شرک رو نمیبخشم، غیر از شرک دیگه هر گناهی که به بنده ما کرده باشه و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، یعنی امید بخشش به دیگران هست، اما به مشرک امید بخشش نیه.
خدای تبارک تعالی در نص سری کلام خود میگه که من شرک را نمیبخشم. شرک چیه؟ به طور خلاصه و فشرده کسی را همپایه خداوند قرار دادن شرک. کسی را از مخلوق همپایه خدا قرار دادن، هر کس که میخواه باشه. یعنی بگیم که مثل که خداوند بزرگه، نعوذ بالله من ذالک، به همون ترتیب پیامبر هم بزرگه. پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی مقام دارن، خیلی منزلت دارن، اما به بزرگی الله مثل که الله بزرگه پیامبر بزرگ نیه. چه؟ به خاطری که پیامبر مخلوق، انبیاء علیهم السلام مخلوقن، الله چیه؟ خالقه. فرق خالق تا مخلوق خیلیه. خدای نخواسته یه حرف ما بی‌احترامی به انبیاء و اولیاء و اینها نیه. اگر کسی به یک جای همی بحث سر بکنه بگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل که خدا بزرگه پیامبر بزرگ نیه، بعضی انساناش فوراً چی میگن؟ ایرسه که با دوستان خدا احترام نداره و ابی شده. این خیلی مهمه. شرک، یکی از شاخه های شرک انه همینه که انسان کسی را همپایه خدا قرار بده، هر کس که میخواه باشه. مثلا اگر شما بعضی دیده باشین به داخل موبایل ها هم هست، به بعضی دوستا که نشان دادن، شیطانیری وقتی که صحبت میکنه میگه عطای ابوالفضل عین عطای خدایه، دید ابوالفضل عین دید خدایه. خلاصه چون ابوالفضل نعوذ بالله عین خدایه. یعنی امیر به صراحت خود از اون میگه. ما و شما این عقیده ایمانه که اگر کسی همپایه خدا قرار دادن که هر کس که میخواه باشه. ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ میفرماین ارتباط به من میگم غلو نکنیم. ارتباط به من میفرماین میگن غلو نکنیم، بلکه چی بگیم شما؟ ولکن قولوا عبدالله و رسول. شما بگیم که محمد صلی الله علیه وسلم بنده خدایه و چی؟ و فرستاده خدایه. لا تطرونی كمطرأة النصارى كعيسى ابن مریم ولكن قولوا عبدالله و رسول. مثل که یهود عزیر بچه خدا گفتن، مسیحی ها حضرت عیسی پسر خدا گفتن، رسول معظم اسلام میفرمایند میگن که شما به ما چنین غلو نکنیم که یک وقت نعوذ بالله من ذالک بگیم که محمد صلی الله علیه وسلم به خدایی خدا نعوذ بالله شریک، بلکه بگیم چی؟ محمد بنده خداست و فرستاده خداست. به این حرف ها ما ایتنیه که ما مقام پیامبر صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم هر صفت خوبی که بگیم دارن ولی یک صفت ندارن. پیامبر صلی الله علیه وسلم به فرموده حضرت سعدی که میفرمان لا یمکن الثناء کما کان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، بعد از خدا بزرگ تونی ای محمد صلی الله علیه و سلم، قصه مختصر، اما یک صفت نداری. چی صفت؟ صفت خدایی نداری. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم صفت خدایی ندارن. خداوند غیب میدانه، پیامبر صلی الله علیه وسلم نمیدانن. اگر غیب میفهمیدن دشمنان اسلام وقتی به حضرت عایشه صدیقه تهمت زدن، پیامبر صلی الله علیه وسلم با مطمئن میگفتن عایشه پاکه، ولی نمیفهمیدن. تشویش بر اینا خلق شد، فکر اینا، ذهن اینا، بالاخره همه مشوش، پریشان شدن. 40 روز پیامبر صلی الله علیه وسلم غم میخوردن تا اینکه آیه نازل شد. غیب نمیفهمیدن. پیامبر صلی الله علیه وسلم کنار یک دیواری نشسته بودن، یهودی ها مکر کردن، از بلند بام میخواستن یک سنگ بزرگ بر سر پیامبر صلی الله علیه وسلم بندازن، پیامبر را از بین ببرن. رسول الله قرار نشسته بودن، حضرت جبرائیل بیامد که یا محمد قم، از اینجا بلند شو که اینجا مکر حیله، اینجا بالاخره دیگه فکرای، حرکت کن برو. پس به اینه که یکی از این که ما شرک را بشناسیم، کسر همپایه خدا قرار دادن. همین که میگیم لا اله
نیست هیچ معبودی، نیست هیچ خالقی، نیست هیچ رازقی، نیست هیچ حفاظت کننده الا الله، غیر از ذات اقدس الهی. دوم، دوست داشتن کسی به اندازه خدا. هر کس دیگری به اندازه خدا کسی دوست داشته باشه شرکه. این شرکه ای از علامت های نشان های شرک. هر کس که میخواه باشه، ما و شما، خود ما، تمام اعضای فامیل ما، تمام زندگی ما، هست و بود ما، همه فدای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فدای رسول نازنین، فدای یک تار موی اینا، فدای بالآخره بگم که با یک نگاه اونها. اما این باید بفهمیم که به اندازه که خدا رو دوست داریم باید که پیامبر صلی الله علیه و سلم کمی پایین تر. محبت الله سبحانه تعالی بالا، محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم کمی، چون مخلوقن. باز دیگه صحابه و اولیاء الله به مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست نداریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم باز مقامنا خیلی بلنده. در این قسمت این باید بفهمیم که دوست داشتن کسی به اندازه الله سبحانه تعالی. این تو نمیتونیم بگیم که همان قدر که من خدا رو دوست دارم پیامبر رو هم دوست دارم. نه، چون فرق بین خدا و پیامبر خیلیه. خداوند الله خالق، پیامبر صلی الله علیه و سلم مخلوق. پیامبرن رحیمن، الله هم رحیمه. یک نکته اشاره میکنم، به صحرای محشر خیلی از گناهکاران الله سبحانه و تعالی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نشان نمیده. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نشان نمیده. در گنجنامه خواجه انصار بنویسید. وقتی که اینا راهی بهشت میشن و بالاخره به بهشت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن و یا پرسان میکنن پیامبر صلی الله ای الله کجا امتمه فلانی و فلانی و فلانی و اینها که به بهشت داخل شدن، چرا اینها بالاخره من اینا شفاعت نکردم؟ یا گفتگوی بین خدا و پیامبر و بالاخره اینها صورت میگیره. الله سبحانه و تعالی میگه ای محمد، ای بنده ها، ای امت ها چنان گناه داشتن که اگر گناه از اینا تو واقف میشدی اینا شفاعت نمیکرد. عایشه که عزیز دل تو بود، یک تهمت منافقین زدن، 40 روز خودی و حرف نزدی. اگر از این گناه خبر شی قطعا به طرف از این امت نگاه نمی کنی. ولی بفهم اگر امت تونن بنده منم میگه. صحابه در غزوه احد، نافرمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتن، گفتن دیگه خودی از این صحابه نه حرف میزنم. همینایی که در مو تپه مشخص رها کرده بودن که به تحت فرمانده عبدالله ابن جبیر بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن نه دیگه با اینا حرف میزنم، نه دیگه با اینا مشوره میکنم، نه بالاخره طرف از اینا نگاه میکنم. آیه جا در جا نازل میشه ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیغمبر اگر تو غلیظ القلب باشی، اگر تو خشن باشی، اینا از اطراف تو فرار میکنن. تو چه کار بکن؟ فاعف عنهم، اینا رو عفو کن. واستغفر لهم، برای از اینا آمرزش بخوا. و شاورهم فی الامر، با اینا مشوره کن. بعد چه کار؟ فاذا عزمت فتوکل علی الله. ببینیم نمیشه رحمت خدا رو بیاریم مثل رحمت کی مخلوق قرار بدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمینن، رحمت برای عالمیانن. خب او دل پیامبر صلی الله علیه و سلم که اینقدر مهربانه، برای همه رحمت، برای همه مهربانه، برای همه خلاصه اخلاق نیکو دارن و اخلاق بزرگ دارن، او رحم و شفقت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم کی داده؟ الله داده.
پیامبر اگر رحمت للعالمین ساخته کی ساخته؟ الله جل جلاله. برای پیامبر اخلاق عظیم و بزرگی داده کی داده؟ الله جل جلاله داده. اگر سینه پیامبر صلی الله علیه و سلم چندین مرتبه شرح صدر شده کی شرح صدر کرده؟ الله جل جلاله. امروز بین جامعه ما خیلی کسانی کار میکنن تا ای که توجه مخلوق را با مخلوق بگردانن. چرا توجه بندگان الله را به سوی الله نمی کنید؟ چرا بندگان الله با الله آشنا نمیشن؟ چرا شماره های اللهی که هیچ ثانیه مصروف نیه به بندگان الله نمیدیم؟ که به انسان مشکلی پیش میایه با الله راز و نیاز کنه، مریضی داره با الله راز و نیاز کنه. الله سبحانه و تعالی شماره ها خورده داده به مخلوق در سوره بقره، در سوره بالاخره، در جز قرآن وقتی که میخوانیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله، آیا غیر از الله دیگر الهی هست؟ لا اله الا الله، نیست دیگر الهی. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. الله میگه ای بنده من تو دعا کن که من اجابت کنم، تو از من بخواه که من بری تو بدم، کمم نخواهی. فذکرونی اذکرکم، من یاد کنید که شما یاد کنم. اما ما امروز خیلی واقعا جامعه ما واقعا از مسائل عبادی و از مسئله دعا به جامعه ما خیلی کمه. دعا به جامعه ما خیلی کمه که کسی نیم ساعت در 24 ساعت نیم ساعت اختصاص بده کنج مسجد کنج خانه بشینه چکار کنه؟ دست به دعا، راز و نیاز، بحث معاشقه. چه کیفی داره که انسان راز خور با کسی بگه که او از همه رازها واقفه. یکی از عرفا میگه در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح، یک شب، یک ساعت، نیم ساعت به اخلاص بیا بر در ما، بیا بر در ما. گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. اگر کارتو نشد، مشکلتو حل نشد، آنگه گله کن. خدای تبارک و تعالی یعنی سریعتر بگم در انتظار تو بنده که تو دست به دعا بالا کن، مگر او احتیاجی نداره اما در انتظاره که تو از او چیزی بخوایی، تو با او راز دل کنی و بالاخره از او چیزی طلب کنی. اگر خداوند گنجهای طلا خلق کرده، گنجهای نقره خلق کرده، معادن خلق کرده، ذخایری که زیر زمینی ها و بالاخره همه اینها خلق کرده، اگر این همه نعمت ها خلق کرده، الله میوه میخوره؟ الله خوردنوش داره؟ الله نیاز به طلا داره؟ الله نیاز به نقره داره؟ الله نیاز به بهشت داره؟ الله نیاز به آسمان داره؟ نیاز به زمین داره؟ الله الصمد، خدا بی نیازه. اینا همه به تو انسان ساخته شده که بخواهی از الله بخواهی. میگه یک فکر میکنم که در ماه مبارک رمضان بود، یک اشاره کردم باز هم آمد دیگه سخن. میگه یک کسی بود که بت پرستش میکرد، از اول شب تا آخر شب پیش بت خو گردن کج استاده بود، میگفت یا صنم یا صنم یا صنم. صنم بتر میگه. از اول شب تا آخر شب که بالاسحار هم یستغفرون، سحرگاه ها دوستان خدا استغفار میکنن، این میگفت یا صنم یا صنم یا صنم. به آخر شب یک بار زبان از این خطا خورد، صنم نگفت، گفت یا صمد. امی که گفت یا صمد، الله گفت جان چی میخوایی بنده ای؟ میگه همون مشکلی که داشت بیامد پیش بت دیگه زهری میکرد که مشکل من حل کن، الله سبحانه تعالی مشکلی رو حل کرد.
اشتباهاً صنم به صمد تبدیل میشه. خدا مشکل رو حل میکنه. تو بنده ای که عمر خور میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت موسی علیه السلام به کوه طور وقتی که به راز و نیاز رفت، خدای تبارک و تعالی گفت که ای موسی امروز دوستی ما و تو بیشتر و بیشترتر شد. حضرت موسی گفت خدایا میشه که علت یر بگی چرا دوستی بیشتر شد؟ چه کار کردم؟ چی فعل انجام دادم تا امور بیشتر انجام بدم؟ خدای تبارک و تعالی گفت امروز یک لفظ از زبان تو خارج شد که دوستی ما و تو محکم تر ساخت. گفت ای خدا، ای الله، ایر بیشتر، ایر برای ما واضح کن که من بیشتر و بیشتر تر بگم. گفت امروز از زبان تو بیرون شد ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک مرتبه از زبان حضرت موسی که باعث دوستی خدا و حضرت موسی بیشتر و بیشترتر میشه. اما تو امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که از 6 سالگی و 7 سالگی که دست راست چپ بخور میشناسی، میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پدر موسفیدی که 70 سال گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، چقدر دوستی بین تو و خدا خواهد بود؟ تو جوانی که 20 سال و 30 سال و 40 سال و 10 سال و 15 سال این لفظ مبارک رو به زبان آوردی، این واقعا چی دوستی خواهد بود؟ دوستی رو هم که میفهمیم چیه؟ دوستی امینه که خداوند ما رو دوست داره که به خانه آورده. اگر الله ما رو دوست نمی داشت، این نعمت، این ساعت، این ثانیه نصیب ما نمی کرد. این دوستی الله با شمانه که در خانه الله حضور پیدا کردیم. پس دوست داشتن کسر به اندازه خدا، هر کسر به اندازه رو دوست داشته باشی، هر کسر به اندازه. اگر کسی بگم نعوذ بالله من پدر و مادر خود مثل خدا دوست دارم، شرکه. اگر کسی بگم من استاد خود مثل خدا دوست دارم، شرکه. پیامبرار مثل خدا دوست دارم، این نعوذ بالله شرکه. هر چیزی از خود اندازی داره. محبت الله خیلی بلنده. مثل این منبر چند پله داره؟ پله بالا محبت الله، محبت رسول الله، محبت صحابه، محبت تابعین، میای محبت پدر و مادر. اشتباهیه که کسی بگه که من پدر و مادر خود مثل پیامبر صلی الله علیه وسلم دوست دارم. اشتباهیه. هر چیزی از خود درجه داره. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند ایمان کامل نداره شخص که مر از پدر و مادر و از چی؟ از والناس اجمعین، از همه بیشترتر دوست نداشته باشه. ایمان کامل نداره. اما رسول الله نگفتن که ایمان کامل نداره کسی که مر مثل خدا دوست نداشته باشه. نعوذ بالله. ایتا نگفتن. محبت خدا چنان محبتیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم چنان سر به سجده میگذارن که از اشک مبارک زمین تر میشه. چنان عبادت میکنن که پای مبارک ورم میکنه. عایشه صدیقه میفرماین یا رسول الله، خداوند گناهان ما قبل و ما بعد شما رو بخشیده، چرا اینقدر به سرخ و فشار میاریم؟ میگن آیا ما بنده شکرگزار الله نباشم؟ صحابی محمد. سوم، فرمانبرداری از شخص مثل فرمانبرداری از خدا. فرمانبرداری چنان بگم من از فلان شخص فرمانبرداری میکنم مثل که از خدا فرمانبرداری. فرمان خدا فوق همه فرمانهایه. اگر کسی فرمان غیر الله مثل فرمان خدا بدانه، این شرکه. چهارم، صفاتی که خاصه خدای به مخلوق دادن. مثل چی؟ مثل دانستن غیب. کسی بگه غیر از خدا، دیگه کسا هم غیب میفهمه. هستن بین جامعه، هستن بین فرقی که به نام اسلام و مسلمان ها غیب فلانی هم میفهمه، ابوالفضل هم میفهمه. ابوالفضل خیلی بزرگن، امامان دین خیلی بزرگن. حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت امام جعفر صادق، حضرت زین العابدین، حضرت امام موسی رضا،
حضرات و امامان بزرگان و دین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی مقام دارن، خیلی جایگاه دارن، اما غیب نمیفهمن. حضرت امام حسین غیب نمیدانن. جد امام حسین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غیب نمیدانن. اگر کسی صفاتی که خاصه خدای برای غیر خدا بده، این شرکه. صفات خدا که خاصه خدا، شفا دادن کار خدایه. مثلا حلال المشکلات دیگرار دانستن، این کار بالاخره حلال المشکلات ذات اقدس الهیه. اگر به غیر الله مراجعه بشه این شرکه. پس در این قسمت باید متوجه باشیم. حالا این بعضی حرفایی که به دوری تفسیر انشالله بلا بلای قرآن میایه، وقتی که بخوانیم و بفهمیم شاید در ذهن بعضی میایه که تا به حال که همینا رو به نام وهابی میگفتن. همین اشخاصی که همین گپا بزنه به جامعه امروزی میگن اینا وهابی شدن. برادر، شفا دهنده الله فوراً در ذهن بعضی میرسه. نه، امام رضا هم شفا میده. مثلا حضرت خواجه صاحب، اینا بی‌احترامی به حضرت خواجه صاحب و به حضرت امام رضا و به حضرت امام جعفر صادق و به حضرت علی نیه. اگر این بزرگان دین غیب میفهمیدن، اگر کسی بفهمه به همینجی مین فرش کرده بالی مین بره، چه کاره؟ قتل نفس بکرده، یعنی خودکشی کرده. حضرت علی کرم الله وجهه در وقت نماز صبح در وسط راه مسجد اونا رو شهید کردن. اگر حضرت علی غیب میفهمیدن باید در همون روز از خانه خود بیرون نمیشدن، نمیرفتن به نماز صبح. وقتی میفهمن دقیق که همین لحظه دشمن در کمینه، چرا رفتن در مقابل دشمن استاده شدن؟ از امامان دین بعضی زهر داده شدن. خیلی جالبه که از بزرگان دین اهل بیت، از امامان زهر داده شدن، داخل غذا زهر آورده شد، خوردن، شهید شدن. امام اگر غیب میفهمیده چری غذای زهر آلوده خورده؟ پس خودکشی کرده. کسی خودکشی کنه چی جایگاهی داره؟ اینا توهین به بزرگان دین نیه که بزرگان دین رو بگیم اینا خودکشی کردن. اگر امام غیب میفهمیده چرا این غذای زهرآلود خورده؟ یا باید بگیم که امام معصوم نیه، یا باید بگیم غیب نمیفهمیده. معصوم هیچ وقت خودکشی نمیکنه و بالاخره کسی غیب بفهمه هیچ وقت دست به کاسه غذای زهرآلود نمیبره. پس در این قسمت صفاتی که خاصه خدایه، از جمله صفاتهایی که خاصه خدای غیبه، لا یعلم الغیب الا الله، غیب هیچ کس نمیفهمه غیر از ذات اقدس الهی. اینا به طور خلاصه انواعی که کسی متوجه بشه که شرک چیه، کسر همپایی خدا قرار دادن، دوست داشتن شخص، و کسر به اندازه خدا، فرمانبرداری شخص مثل فرمانبرداری خدا، صفاتی که خاصه خدای به غیر خدا دادن، اینها شرکه. که استعانت هم ما فوق اسباب ما تحت اسباب داره، استغاثه هم ما فوق اسباب ما تحت اسباب داره، و توسل هم به دو قسمه. توسل، وسیله جستن، آیا جواز داره یا نداره؟ در اینجا علما به دو دسته تقسیم هستند. علما دو نظر دارن. یک توسل اتفاقیه، وسیله جستن اتفاقیه، هیچ اختلافی در ازو نیه، و یک توسل اختلافیه که در ازو علما اختلاف دارن. توسل اتفاقی به چیه؟ به اعمال صالحه. مشکلی به شما برمیخوره، وقتی دعا میکنیم بگیم یا الله به برکت همین نماز جمعه که من امروز خواندم، به برکت همین حلقه درس تفسیر، به برکت خلاصه 2 رکعت نماز تهجدی که خواندم، اعمال صالح، به برکت صدقه‌ای که دیروز دادم، این اعمال صالحه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی، که در حدیث هم هسته که 3 نفر راه رفتن و بالاخره در غار کو سنگ آمد در بسته شد و هر کدام اعمال صالحه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی پیش کردن، خداوند دروازه رو باز کرد و اینها از اونجا نجات پیدا کردن. حدیثی که بارها و بارها تکرار شده. دوم که اتفاقیه به اسماء الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ای الله تو رحمانی، ای الله تو رحیمی، ای الله تو کریمی، ای الله تو ستاری، ای الله تو جلیلی. این صفات پروردگار عالم،
الله سبحانه تعالی رو با این صفات نیک، صفات کامل که شایسته، چه کار کنیم؟ دعا کنیم. این اتفاقیه وسیله به اسماء الحسنى. سوم به انسانهای شایسته زنده. یک انسان نیکیه، شایسته، با تقوای پرهیزگاره، خدایا با برکت فلانی، خدایا به تقوای فلانی، خدایا بالاخره به زهد و بالاخره عبادت فلانی، خدایا فلانی که به پیش تو قرب داره، منزلت داره. وقتی میفهمیم که یک انسان شایسته زنده، این چیه؟ وسیله جستن. این اتفاقیه. پس سه چیز اتفاقی شد: به اعمال صالحه، به اسماء الحسنى، به انسانهای شایسته زنده. اما اختلافی که بعضی علما میگن جواز داره، بعضی میگن جواز نداره. این اختلافیه که به انسانهای شایسته چی که از دنیا رفتن. حضرت سعدی نمیگه که خدایا گر تو سعدی را برانی، شفیارم روانی مصطفی را. وسیله جستن به اشخاص شایسته. مثلا ما و شما نمیگیم به حرمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. ای از نظر اهل سنت و جماعت و از نظر علمای احناف و بزرگان دین، ای اکثرا میگن ای کار خوبیه، کار شایستیه. خدایا با حرمت پیامبر صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتن، ولی ما چه کار میکنیم؟ وسیله میکنیم اونا رو به پیشگاه الله سبحانه و تعالی. و هکذا دوستانی که اولیای خدایی که قرب و منزلت دارن به نزد الله سبحانه و تعالی. اما این مسئله اختلافیه. اگر یک جایی هم کسی گفت که جواز نداره توسل مردگان، این عزیزان من قابل از اینیه که بزنیم به روی او، قابل از اینیه که با او جنگ کنیم. اینا هم علماین، اگر در از این اختلاف دارن اونها هم علماین، اونها هم تحقیقات دارن، اونها هم مسائل. از اینجا دیگه دشمن آماده وارد شده. یک شخص میگه من وسیله نمی کنم، مثلا حضرت خواجه صاحبه، حالا وسیله کردن حضرت خواجه صاحب من پرسان میکنم فرضه؟ واجبه؟ سنت مؤکده؟ سنت هست؟ خیلی که باشه یک مندوب و یک مستحبیه. قابل از اینیه که یک شخصی اگر گفت من وسیله نمی کنم مردهار، ما بگیم دیگه تو کافر شدی و نعوذ بالله تو بی شدی و تو دیگه بالاخره بمیت. یعنی از این دریچه دشمن داخل شده بین مسلمان ها، از اختلاف علما استفاده کرده. اختلاف امت، اختلاف علما، اختلاف مجتهدین رحمته. وقتی ما میگیم در از این اختلافیه، این قابل از اینیه که این بحثی باشه که یک نفر نعوذ بالله اگر بگه من توسل مردهار قبول ندارم، ها اگر از ذات توسل بگه مرده و زنده بگه قبول ندارم، اینجی بنده دست از او گرفته میشه. چرا؟ به خاطری که توسل به اعمال صالحه، توسل به اسماء الحسنى، توسل به انسانهای زنده شایسته با روایتهای صحیح و در قرآن ثابت شده. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، در قرآن ثابت شده. اما در عرصه انسانهایی که از دنیا تشریف بردن و انسانهای شایسته‌اند، علما اختلاف دارن. یعنی کسی اگر توسل هم میکنه به انسانهای شایسته اختلافیه، میکنم هم به خودی و ارتباط داره، نمیکنم هم به خودی و ارتباط داره. ما نه تاکید میکنیم که حتما وسیله کنیم و نه میگیم که نکنیم. اما بهترتر همینه که انسان همیشه جنبه اتفاقی رو بگیریم، جنبه اتفاقی گرفته بشه. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را هدایت کن به راه راست. صراط الذین انعمت علیهم. حالا اهدنا توضیح داده شد، هرچی گفتیم سر اهدنا بود. صراط الذین انعمت، راه کسانی که نعمت دادی بر اونها. منعم علیهم چی کسانی هستند؟ منعم حقیقی که خدایه. منعم علیهم چی کسانی هستند؟ در سوره نساء آیه 69 الله سبحانه و تعالی می فرماید فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ما و شما هر روز چندین مرتبه میگیم ای الله این رفاقت را نصیب ما کن که با این انسان ها رفیق بشیم، دوست بشیم، آشنا بشیم به این راهی که نبیینن،
یعنی راه توحید، یکتا پرستی، راهی که من النبیین و صدیقین، صدیقینن، شهدا، صالحینن، مار به این را ببر. هر روز دعا میکنیم، اما بعض انسان ها، بعضی گروه ها از دروغ ادعا میکنه. چری؟ بخاطر وقتی که ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم، ای الله مار بر راه کسانی ببر که به اونها نعمت دادی، که نبیین باشه، صدیقین باشه، شهدا باشه، صالحین باشه. این راه کین؟ راه ابوبکر صدیق، راه عمر فاروق، راه عثمان ذی راه علی مرتضی، راه طلحه و زبیره، راه صدیقین که گفته میشه ابوبکر صدیق، شهدا که گفته میشه شهید محراب عمر فاروق، وقتی شهید گفته میشه شهید قرآن عثمان ذی النورین، وقتی شهید گفته میشه علی مرتضی که به راه مسجد شهید میشه. پس اگر کسی بگه صراط الذین انعمت علیهم، ای الله بر راه کسانی که به اونها نعمت دادی مار ببر، خب وقتی به سراغ ابوبکر و عمر و عثمان و اینها نره، در این ادعا واقعا تنها زبان از او گفته و دل از او تصدیق نکرده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینجا وقتی که دعا میکنیم ای الله مار هدایت کن به راه کسانی که نعمت دادی، باز میگیم ای الله مار به یک راه دیگه نبر. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راهی که بر اونها غضب شده به این راه مار نبر، راهی که اونها گمراه شدن به راه اونها مار نبر. مغضوب علیهم چی کسانی هستند؟ یهودن. ضالین چی کسانی هستند؟ نصارایان. هر روز زن و مرد مسلمان میگه ای الله مار آشنا نکن به فرهنگ یهود و نصارا، ای الله مار نبر به راه یهود و نصارا، ای الله مار دور کن خلاصه از این فرهنگ پوسیده از اینها. اما مسلمان وقتی ایر بفهمه که هر روز انزجار و نفرت خور مسلمان بیان میکنه از فرهنگ یهود، از برنامه نصارا و مسیحیت، این چه کار؟ مسلمان یک تکان میخوره. ای الله مار به این راه نبر. به راهی کی؟ به راهی که اونها غضب شدن. یهودیا غضب شده اند. ضربت علیهم الذلة، خداوند مهر ذلت و خاریر بر چی؟ بر تن یهود زده. و همچنین بر راه گمراهان، آنهایی که چکار شدن؟ گمراه شدن، که مسیحی آیند. تفسیر دیگری که بعضی از بزرگان میفرمایند اینه که کسی که حق را بدانه و قبول نکنه، کسی که حق را بفهمه و قبول نکنه، این مغضوب علیهمه، این غضب شده، خدای تبارک و تعالی بر او غضب میکنه. و کسی که دنبال حق نره، حق نمیفهمه و نمیره هم، چیه؟ ای از جمله ضالینه، ای از جمله گمراهانه. این خیلی مهمه. انسان حق را بفهمه و قبول نکنه. بفهمه که ابوبکر صدیق وصفی و در قرآن آمده، بفهمه که عمر فاروق وصفی و در قرآن آمده، بفهمه که اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام در قرآن ثابت شده که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینها وصف صحابه. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. این حق را بفهمه که در کلام پروردگار وصف صحابه آمده، ولی قبول نکنه، ای از جمله مغضوب علیهمه. اما یک نفر باز نمیره دنبال حق، همیشه گوش میکنه، نمیره تحقیق نمیکنه که ابوبکر صدیق کی بوده، عمر فاروق کی بوده، عثمان ذی النورین کی بوده، نمیره تحقیق نمیکنه. چکار؟ همیشه حرف دیگرار گوش کرده، همیشه با اون گمراهی رفته. این مفسرین میفرمایند که این شخص از جمله ضالینه. انسان باید بره تحقیق کنه، یک لحظه انسان فکر کنه پیامبر رحمت للعالمین
دینی که بر پیامبر، قرآنی که بر پیامبر، اسلامی که بر پیامبر داده شد کاملترین دین، کتاب کاملترین کتاب. پیامبر آماده برای نجات بشریت، رحمت برای عالمیان. خب ابوبکر چه کاری پیامبره؟ خسور پیامبر، دختر ابوبکر به آغوش پیامبر. پیامبر خسور خور ابوبکر نتونست اور سالم کنه، نعوذ بالله. نتونست خسور دیگر خو عمر اور سالم کنه، اور هدایت کنه، راهنمایی کنه. همسر خور نتونست خلاصه اور با عزت و با عفت نگه داره. عثمانی که دشمن پیامبر بود، عجیبه، یک دختر داد، دختر دومی رم داد. بعد پیامبر میگه اگر دختر سومی هم میداشتم به کی؟ به عثمان میدادم. عجیبه، عقل اگر ذره باشه مگری به تکان میفته، بیدار بشه که پیامبر نتنه خسور خور، خسور دیگر خور. بالآخره خسور دیگر خو ابو سفیان که بعدها ایمان میارن، همسر خو عایشه صدیقه و داماد خور عثمان، اینها رو نتنه بالآخره اینا رو اصلاح کنه. عجب، این پیامبر جامعه رو میتونه اصلاح کنه؟ این پیامبر پس جامعه رو نتونه اصلاح، خانواده خور نتونه اصلاح کنه، نعوذ بالله. پس بعضی از مفسرین میفرمایند کسانی که حق را بفهمه و قبول نکنه مغضوب علیهم، و کسانی که دنبال حق نره، جستجو نکنه، از جمله ضالینه، از جمله گمراهانه. عجیب عقلا و عجیب فکرهایی که به راستی هم که هدایت الله سبحانه تعالی نصیب بعضی انسان ها نکرده. آمین. یعنی ای الله دعای ما را مستجاب بگردان که به نزد حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آمین گفتن بعد از سوره فاتحه که ما و شما خواندیم.